با سلام خدمت دوستان عزیز، من امیرم. امروز اومدم با یه ویدیو جدید کاشت هویج به روش جدید. ممنون میشم اگه کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله آن رو فشار دهید تا روشن بشه و هر وقت یه ویدیو تازه گذاشتم بهتون اطلاع داده بشه. امروز اومدیم هویج رو به روش جدید بکاریم. اولین نوع کاشت هویج یعنی به صورت پخش شده است، ولی من میخوام یه روشی بهتون بگم که این شونه های تخم مرغ هستا تو اینا بکارین و بعد اینکه جوونه زدن بعد در یه فضای بزرگتر مثل سبد یا گلدون یا باغچه منتقل کنین تا رشد بهتری داشته باشه و بتونه محصول بهتون بده. اولین کار اینه که شما یه دونه از این شونه های تخم مرغ رو تهیه میکنید و میارید. پایین آن رو با استفاده از چاقو یه سوراخ ریز میزنیم. بعد از زدن سوراخ کمی خاک دارای آهن و عالی برای رشد یک گیاه باشه پر میکنین. 2 قاشق چایخوری برای یک شانه تخم مرغ کافیه. شونه رو اینجوری پر میکنید. بعد از پر کردن دانه تخم مرغ رو دانه هویج رو برمیدارید. من یکم ریختم زمین که بتونم راحت تر بردارم. چند دونه از این تخم هویج رو برمیداریم. قبل از برداشتن این که بذاریم توی خاک یکم پودر دارچین که در ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم برای ضد باکتری بودن و ضد گارسیه بهتر میتونه باعث بشه که گیاهتون رشد کنه و بعد جلوی باکتری های مضر رو میگیره. ضد گارچ هست، ضد گارچ طبیعی. چه ضد گارچ نداشته باشین میتونید از پودر دارچین مثل من که استفاده میکنم استفاده بکنید. یک کم ریز داخل محفظه‌ای که سوراخ کردیم بریزید. بعد چند عدد هویج بردارید. بعد از برداشتن آن را به آرامی در داخل خاک قرار دهید و روی آن نیم قاشق چایخوری خاک بریزید و با استفاده از قاشق سطح آن را صاف کنید. بعد از صاف کردن اون را در محفظه تاریکی و بعد از 3 روز بعد از 1 هفته جوانه میزنه و بعد از 1 هفته میتونید به جای معمولی هم نور خورشید باشه هم سایه منتقل کنید و بعد از گذشت 1-2 هفته که جوانه کاملا 2-3 برجه شد میتونین اون رو در یک سبد بزرگتری قرار بدهین و محصول خود رو بچینین. ممنون از شما. خواهشمندم که کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله آن رو فشار دهید تا روشن بشه و هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم بهتون اطلاع داده بشه. ممنون.